مازندران که در روزگاران کهن طبرستان خوانده میشد، سرزمینی است بین دریای مازندران و کوههای سر به فلک کشیده البرز. مازندران سرزمین سبزه ها، رودخانه ها و بستر باران های پیگیر است. زمین های پست شالیزارند و تپه ها که بر کرانه دریا تکیه زده اند چایزار. برنج هدیه همت زنان پرکار و پرتوان مازندرانی، ثمره نامی این سرزمین مرطوب است و زراعتش نیازمند آبیاری فراوان. آنگاه که نهال جان میگیرد و سنبل بارور می شود نشا می زنند. زانو در آب نازلال فرو می برند و پنجه ها در زحمت بار آوردن برنج به تلاش در می آورند. آنگاه که دانه رنگ طلایی گرفت، فصل جداییش از پوست فرا می رسد. در این جدایی است که اسب به کار می آید. دیرگاهی است که در این سرزمین به کار گرفتن وسایل نوین کشاورزی در کشتزارهای چای و پنبه و توتون متداول گشته. در پهنه خروشان دریای مازندران مردان این سرزمین با طبیعت دست و پنجه نرم می کنند. دام می گسترند، ماهی می گیرند. دریای مازندران معدن نامآور خاویار ایران است و در سوی دیگر به زورآزمایی می پردازند. بازنده دستش به زمین می‌خورد.